کمی آن طرفتر از بارگاه قمر بنی هاشم خیابانی است که نشانی یک خانه ما را روانه آنجا کرده. سلام علیکم. عین المکان حاج عباس کشوان. هرچند جوانها خیلی او را نمی شناختند، اما کسانی که سن و سال بیشتری داشتند نشانی خانه اش را می دانستند. درست مثل این بنده خدا که برای رسیدن به مقصد همراه ما شد. در ادامه راه زیر نور آفتاب با گذر از کوچه پس کوچه ها بالاخره به خانه اش رسیدیم. انگار مشتاقان بسیاری خواهان دیدار او بودند که البته بعد از مدتی انتظار ما را هم پذیرفت. می خوش آمدی که خوشم آمد ز آمدنت، هزار جان گرامی فدای هر قدمت. خب شما ماشاءالله فارسی خوب صحبت میکنین، چطور زبان فارسی رو یاد گرفتین؟ من دایم ایرانی بود، اصفهانی بود. نامش شیخ عباس کشوان است و حدود 45 سال کلیددار حرم حضرت عباس بوده. شما و اجدادتون چند سال کلیددار حرم حضرت ابوالفضل بودین؟ اجدادمون قبل از 485 سال کلیددار ابوالفضل بودن. 485 سال. چند نسل شما یعنی؟ من 12. از او پرسیدم با چشمهای خود از آقا عنایت یا شفاعتی دیده ای؟ خیلی چیزهایی که دیدم از آقام خیلیه. از عشق و علاقه محباش برامون میگین؟ کسانی که از اومدن اینجا گفتن اگر جا چیزی نیست ما در سوریه پاک بکنیم. تاجر اومد برای یک چیزی که اینجا از ایران اومدن گفتن به همین جاروکش نداریم، گفت جاروکش میشم. با سالها خدمت اجازه نمیداد او را خادم حضرت عباس بنامیم. خادمانش ملائکه، ما خادم زوال بودیم. او که اجدادش قرنها و خودش دهها سال کلیددار حرم حضرت عباس بوده نشان خادمی مولایش را شایسته خود نمیدانست. اما در کشور دیوار به دیوار عراق خاندانی از زائران حرم میخواهند که آنها را به اجبار خادم الحرمین بخوانند. وجه خادم الحرمین الشریفین. حال آنکه خادم بودن راه و رسمی دارد که شیخ عباس کشوان آن را از پدر به خوبی یاد گرفته بود. آن هنگام که در نوجوانی از یک زائر می‌خواهد مراقب باشد نوزادش فرش‌های حرم را کثیف نکند، پدر شیخ عباس فریاد می‌زند: فرک ای بی حیا، چه حقی تا اینا بیرون بکنی؟ اگر اینا دستشویی کردن یا کردن من با باریشم با محاسنم پاک میکنم. و این راه و رسم خادمی محبان اهل بیت است، در حالی که مدعیانی که خود را خادم الحرمین می‌خوانند در حرم امن الهی راه را بر میهمانان خدا می‌بندند تا هزاران نفر کشته شود بدون آنکه حتی یک عذرخواهی ساده کنند. و اما خادمی که می گفت خادمش نخوانیم، در میان وسایلش هم قرص‌هایی دیده میشد که از حال نامساعدش حکایت داشت. او با حال بیمارش زائران کربلا را با روی خوش پذیرایی می کرد. زوار اگر از من خوشحال شدن اول خوشحال میشه. این راه و رسم میزبانی را دیگر محبان اهل بیت هم دارند، مثل این دست فروش عراقی که ماه‌های محرم و صفر زائران را به خانه‌اش می‌برد. حبیب قلبی اهلا و سهلا، حیاکم الله، اهلا و سهلا. با آقا گفتیم آقا جایی برای دکتر اینا هست، گفت که وایسی من آماده شیم که شما رو برم دکتر. رفتیم دکتر، اومدیم پول بدیم که مثلا برای هزینه‌اش. بعدا حاج آقا گفت لا حرام زبار حسین. و اما میزبانانی که امسال میهمانانشان را اینگونه بدرقه کرده اند. روز عید و قربان ما به یه جای هدایت شدیم که قتلگاه خیلی از مسلمانای جهان قتلگاه بود. پدرم نیومده، دامادمون نیومده. خادمانی که دور از میهمانان خانه خدا خود را تافته جدا بافته می دانستند، در حالی که جاسم بعد از پناه دادن زائران داخل اتاق به خاطر کوچک بودن خانهش خود و خانواده کنار کفش‌های میهمانان حسینی می خوابیدند. اللهم صل علی. هرچند که پیش از این مشهد رفته اما دلش هوای حرم امام رضا را کرده.
قربان پنجره فولادش بره. ایران را خیلی دوست داشت. می گفت ایرانی ها عراق را از تسلط تکفیری های وابسته به آل سعود نجات داده اند. عراق را نجات داد از این داشتی ها وهابی ها. او روایتی را می گفت که حالا صاحبان گروه های تکفیری کینه اش را به دل دارند، هرچند که ملالی نیست، چون دعای خیر محبان اهل بیت بدرقه ایرانیان است. خدا ملت ایران را حفظ کنه، رهبر ایران خدا حفظش کنه، خدا دشمن ایران را خدا نابود کنه. پاهای متورم او را خانه نشین کرده، هرچند که گاه گاهی دلش هوای حرم دارد. عباس من طاریه دراجه فی خیاله